دوستان عزیز، ما در موضع کان نقره قرار داریم که یک زمان در اینجا متخصصان نقره جمع آوری میکردند و من گمان که این خاک های آن است. ولی در روبروی این موضع زیبا باز هم یک موضع زیباتر که در آن یکی از 10 مرده های سرشناسی دهه ما خب به سر میبرند و سالهای طولانی است که اینجا در فصل تابستان تا تیر ماه انقدرش در آغاز فصل بهار، یعنی که در میانه های فصل بهار در ماه می تا به ماه های سپتامبر اینجا قرار دارند. کوی طاهر که ما همه ساله به زیارت آن کس می آییم و ببینید که یک چقدر موضع زیبا، آب نیز اینجا کشیدن، گوسفندان زیبا، گاوهای بسیار هم عجیب و غریب و این خیمه خاکسارانه شان است. و البته اکای طاهرشاه السلام علیکم. ما بازم آمدیم به دیدار شما. درست تنجید و البته دیدار شما آمدیم تا که باز هم از احوال شما خبردار باشیم. در این کوههای سربافلاک چه حال دارید و چرا چنین منظره را و چرا چنین موضع را انتخاب کردید و برای شما دلگیر کننده نیست هر سال در اینجا هستید؟ جای زیبا. خب زیبا، بجز از زیبایی برای شما چی میدهد اینجا؟ دلکشا ده اینجا. دلکشا یعنی که به چی خاطر شما با اینقدر گاو و گوسفندان در اینجا زندگی میکنید؟ آیا روزگار شما از پشت زمین است؟ یعنی چگونه؟ کمی شرح دهید. طول چند سال است که مثلا در همین کوه ها؟ یعنی 3 سال بود. نه، از آغاز گوید شما. قریب 20 سال بود. بگمانم زیادتر از این. زیرا ما خردکک بودیم، شما در اینجا یعنی که چوپانی میکرد همراه پدرم انیخترش و البته یعنی که ما یک زمان خرد بودیم، حتی عشق شما و همین ینگه مهربان ما نیز آوازدار بود که این زمان آن کس به گاوجوشی مشغول هستند. خیلی منظره زیبا. من گمان میکنم که این محبت باز هم شما را دلداده همین کوه صحرا کردم. خیر سلامت باشید.